فواید لبلبو. لبلبو پاک کننده عالی است و می تواند معده را شستشو داده و حکم مسحل را برای برخی افراد دارای قبضیت دائمی دارد. مفیدترین و بهترین بخش لبلبو برگ آن است و بعد ساقه های آن و بعد از آن ریشه که پخته آن لبلبو نام دارد. قند ریشه لبلبو برای مبتلایان به دیابت یا شکر مضر است. خوردن پخته لبلبو رعشه‌ها را معالجه می کند. لبلبو دارای خاصیت فراوانی است و یک منبع غنی از فولاد، منگنز، تیامین، ریبوفلاوین، ویتامین B6، پانوتونیک اسید، کولین، بتاین، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی، مس و سلنیوم می باشد که پپتین موجود در لبلبو برای درمان افسردگی مفید بوده و تریپتوفان موجود در آن ذهن را آرام می کند. همه اجزای لبلبو مفید است. از ریشه، ساقه و برگ گرفته تا پوست و گوشتش. مفیدترین و بهترین بخش آن برگش، بعد ساقه هایش و بعد از آن ریشه است. آب لبلبو اثر شگفت‌انگیز بسیاری برای بدن دارد. این نوشیدنی حاوی مقادیر زیاد منیزیم، فسفر، سدیم، کلسیم و پتاسیم می باشد. آب لبلبو می تواند استقامت بدن شما را افزایش دهد. اما این تنها خواص و فواید آب لبلبو نیست، بلکه مواد مغذی و ویتامین های موجود در این نوشیدنی دنیایی از مزایا را برای اعضای بدن شما در بر دارد.